خب بچه در ادامه همون مثال قبل که با CPU و FSCG رو حساب کردیم، حالا یه سوالی دارم ازتون. اگه یه مخزنی داشته باشیم، بذار بکشم چیکارتون. این فقط مثلا تو این ادامه هم ویدیو بذارم براتون تا اگه سرعت اینترنت جواب بده اون ویدیو قبلیتون آپلود بشه. تا این آپلود بشه من اینو ویدیو بگیرم براتون. فرض کنید یه مخزنی داریم. خب مخزن بیا مخزنی داریم. چی کنیم؟ یه مخزنی داریم، حالا مخزن گازه، مخزن گاز که اینجوری نیست، سوختیه، مخزن سوختی داریم، سوخت جته، مخزن جتی داریم، یه سیالی توشه، سیالمون مثلا سوخته، اینقدر این سطح سیالمونه. خب ارتفاعش مثلا چیه؟ اچ، حالا که دست خطمون خوب شد چش داریم، حالا که دست خطمون خوب شد، گفتیم تو دست خطمون خوب شد خراب شد. مثلا ارتفاع این چیه بچه‌ها؟ اچ ارتفاع اون اچ. خب ارتفاع اون اچ، فشاری که و این سوال سوالم یادم رفت. این مخزنه، اینجاش دریچه است، این وجه اینوریش یه رنگ دیگه بکشم، یه رنگ دیگه. این سطح اینوریش مثلا کامل طراحی کردن، کلش یه دریچه‌ای باشه، و کجاست؟ توی فشار اتمسفره. اینجا فشار اتمسفره، فشار P0 فشار اتمسفر. خب نیرویی که به این وارد میشه چقدره؟ نیرومون بگید، فکر کنید نیرویی که وارد میشه چیه؟ ضخامت این چون بزرگی فکر کنم اینجوری شد. نیرو میشه چی؟ بچه‌ها بگید خودتون. نیرو رو جی، نیرویی که این دریچه وارد میشه، رو جی در H دوم دیگه، درسته؟ وسطش اعمال میشه، درسته؟ این وسط اعمال میشه. خب نیروی اندازش اینه، ولی گفتیم که کجا؟ مرکز، الان صحبت کردیم دیگه. خب این مرکز فشارمون کجاست؟ گفتیم یکم پایین‌تر میشه دیگه. اوکی، اینجا اگه باشه وای سی پی، گفتیم یکم پایین‌تره. اوکی، وای سی پی. خب این وای سی پی گفتیم که پایین‌تره. این مرکزمون رو بتونیم رنگ دیگه از این رنگ‌های زیادمون استفاده کنیم. این سی جی دیگه، نقطه سنتر آف گراویتی. بد شد، من خسته میشم خطم بد میشه. چی شد؟ چرا جون تلاش هرچی تلاش، بچه مثلا تلاش کردن خیلی خوبه، همیشه هر موقع زیاد تلاش کنین نتیجه میگیرین. باز داره بد میشه. خب این سی جیه. ناامید نشید، راه آسون رو انتخاب نکنید، راه آسون خوب نیستن. این سی جیه، این نقطه اون اینجاست. این وای سی پیه. خب اینجا چون فشارمون اتمسفر بود و اینجا همه کلمون فشارمون اتمسفره. حالا بیایم یه شرایط دیگه ایجاد کنیم. خب یه شرایط دیگه برای این مخزنمون ایجاد کنیم. کار کنیم، بیایم بگیم که فقط این بالا اون مخزنمون از این بالا فشارش P0 اتمسفر مثلا. بنویسم براتون، این بالا رنگمون هم درسته، این بالا فقط P0. این وجه های دیگه از این وریا فشارش صفره. اینجا صفر. یا یه شرایط ایجاد کردیم فقط فشارمون از این بالا پی اتمسفره یا پی صفره، این وریا فشار نداریم. حالا یه جوری یه کاری کردیم، تکنولوژی داریم پی صفره. این وای سی پی اون چی میشه؟ بالاتر میره یا پایین‌تر؟ اینو فکر کنید بهش. سوالمون پس اینه، تو این شرایط اول، تو شرط اولمون خب یه مخزنمون تو حالت عادیه، همه جاش دورش فشارش یکسانه. میایم فقط فشار قسمت بالاشو میگیم پی صفر باشه. این سه تا سطح این سمتیش
اگه فشارمون صفر باشه این وای سی پی مون بالاتر میره پایینتر میره چی میشه؟ اینو بهش فکر کنید. اوکی. این به عنوان تمرین. این ویدیو دارم میگیرم اینم بگم بچه‌ها قراره شما برای جزوهاتون نمره بگیرید. پس این ویدیوهایی که میگیرید و قراره بنویسید توی جزوهاتون. پس یه تمرینی خواهیم داد این که از جزوهاتون یک عکسی بگیرید و برای ما بفرستید. این نمره داره. پس برای اینکه مطمئن بشیم که دارین ویدیو رو میخونید یادداشت برداری میکنید و یه نمره هم داشته باشه، مطالبی که تا الان گفتیم و شما گوش دادید و تو دفترتون بنویسید و تو دفترتون که هست از دفترتون عکس بگیرید، یه فایل PDFش کنید و بفرستید. اینم به عنوان تمرین. موفق باشید. فعلا خدا نگهدار.